هنوز خیلی ها متوجه نیستن که سیستم عوض شده، پول در آوردن روشش عوض شده، تکنولوژی اومده، هوش مصنوعی اومده. بدون سرمایه اولیه شما میتونید کسب و کار خودتون داشته باشید. دیگه نیاز نیست که 2 میلیارد 10 میلیارد داشته باشید تا بتونید یه مغازه کسب و کار ایجاد کنید. جوانای 18 20 ساله تا 70 80 ساله میتونن از یوتیوب پول در بیارن. با دلار 90,000 تومانی $1000 در بیاری میشه 90 میلیون تومان در ماهانه. این ویدیو رو الان نگاه کنید، از رامسر خودمونه. مگه چقدر هزینه کرده؟ فقط بلد شده، یاد گرفته. ببینید از زندگی خودش، از روزمرگی زندگی روستایی میذاره. این ویدیو که میبینید 5 میلیون بازدید خورده، یه چیزی حدود $20,000 فقط بابت بازدید از یوتیوب بهش پول داده. یا این یکی ویدیو رو نگاه کنید، با هوش مصنوعی خودم ساختمش توی 2 دقیقه. دیگه نیاز نیست واقعا اینقدر چالش نیاز نیست، فقط باید یاد بگیرید. من خیلی راحت میتونم اینجا بگم دو رو بفرست، آموزش بفرست، یوتیوب بفرست، شما اینو یاد بگیرید، ولی واقعا این شکلی نیست. این شکلی شما یاد نمیگیرید. خواهشاً در کنار کسب و کارتون وقت بذارید، 2 ماه 3 ماه 6 ماه این فن و این تکنولوژی رو یاد بگیرید تا بتونید در ایران به راحتی، در ایران آموزش ببینید، در ایران ویدیو بذارید و درآمد دلاری داشته باشید.